سفر به دبی، یه سفر خارجی، بتونی رستورانی بری که همه غذاهای ایرانی رو داشته باشه و بتونی تک تکش رو تست کنی. اینجا رستوران دانیاله که به صورت بوفه پذیرایی میشه، از کله پاچه گرفته تا آبگوشت و همه نوع کباب و کلی دسر و ترشی و غذاهای ایرانی. بیاین با هم بریم ببینیم غذای ایرانی در کنار نون تازه ایرانی. میخوایم بریم با این نون آبگوشت و کله پاچه تست کنیم. بفرمایید بریم اون کله پاچه ایرانی رو با نون داغ تازه تست کنیم. اینم لیموش. بفرمایید. توی سفر به خارج معمولا دلمون برای طعم غذای ایرانی تنگ میشه. حالا اگر اومدی دبی و دلت غذای ایرانی خواست و از فست فود خسته شدی، باید پناه بیاری به رستوران دانیال. این رستوران نزدیک 35 مدل غذای ایرانی داره، غذای دریایی و حتی غذای هلسی. یک سالاد بار کامل و مجهز در کنار کلی ترشی متنوع. 15 مدل شیرینی و دسر هم داره. نکته مهم اینه که در کنار خوردن یک غذای دلچسب تو میتونی یه خرید عالی هم داشته باشی. رستوران دانیال توی مزایا سنتر قرار گرفته. طبقه پایین این مرکز خرید یکی از شعبه‌های خوب دی تو دی قرار گرفته. پس اول خرید و بعد هم یه غذای دلچسب. حالا وقتشه بری کپشن رو بخونی. آدرس رستوران دانیال رو برات نوشتم و این که چطور میتونی با 15% تخفیف بیای اینجا غذا میکنی.